من یک مثال خیلی خوب میتونم. چرا یک بچه 16 ساله 2 بجه شب خانه نمیره؟ چون میترسه که پدرش لطش میکنه. پس ترس خوب چیز است. در اسلام ما را میگه که اگر کسی دزدی کرد دستش ببرین. خوب، چون ترس است. ترس باعث دیسیپلین میشه. اگر یک نفر دست خود از دست داد، دیگران میترسن، دزدی نمیکنن. پس اگر تو دیسیپلین بد هستی و میفهمی کارهایی را که انجام میتی زندگی تا تباه میکنه و به خود جزای صادقانه نمیتی، هیچ وقت نمیتونی از دیسیپلین بدت برایی. از او خاطر من میگم اگر میخواین از دیسیپلین بدتان براین، تارگت کنین یک از عادتهای بدتانه. یک عادت بدی میست که هر روز من با یک دختر 2 ساعت چت میکنم، وقت ما هم ضایع میشه، وقت زو هم ضایع میشه، او هم آزار و اذیت میشه، ما هم آزار و اذیت میشم. درست. بعد از این هر 1 ساعت که من با او چت میکنم باید یک قیمت داشته باشه. خب هر 1 ساعت که با او چت کردم 1000 افغانی را میتونم به مردم غریب، هم ثوابم خورما. چقدر پول داری که تو به مردم بتی؟ پول نداری چت نکو، چون دیسیپلین بد تو اینال برش یک قیمت ماندی. هرگاه چت کردم 100 چوب میخورم. 1 ساعت چت 100 چوب. یا چت میکنم بیا یک کتاب میگیرم مطالعه میکنم 1 ساعت. کتاب فکر نکنم جزا باشه. جزا نه، ولی میشه که آدم دور کنه خدا. من میگم که جزای به خود بتین که نتانین دوباره به او عادت بدتان برگردین. وقتی که ما پودریا را از زیر پل میگیریم میبریم به شفاخانه ها و اینا عادت بد دارن یا دیسیپلین بد هستن و میخوایم این عادت بدشان تغییر بدیم، بسیاری هم میگه ظلم میکنین، صبح وقت سر شب یخ مندازن، دست و پایش قید میکنه و این آدم چیغ میزنه که من ضرورت دارم به پودر و دکترها طرفش سعی میکنه میگه چیغ بزن، به ما چی؟ این درد باید تحمل کنی، چون قیمت از بین بردن او عادت بدت است. ما میگیم من میخوایم عادت بدم از بین ببرم، خب قیمتش بده، ولی نمیشه. خب که نمیشه بلایم در پست، برو پیش. تو میخوای یک چیز بد کنار بگذاری باید قیمتش بدی. میخوای یک چیز خوبه به دست بیاری باید قیمتش بدی.